طلوع خورشید هخامنشی، دشت‌های پهناور پارس، گهواره تمدنی کهن، سرزمینی آکنده از رمز و راز، نجواگر داستان‌های حماسی. در این میان نامی چون خورشید تابان تاریخ را روشن می‌کند. کوروش بزرگ، بنیانگذار سلسله هخامنشی، معمار امپراتوری پهناور پارس. سایه شوم بر فراز ماد. در دل کوهستان‌های زاگرس، امپراتوری ماد قدرتمند و با صلابت ایستاده بود، اما طوفان در راه بود. آستیاگ، شاه ماد، در خواب نابودی تاج و تخت خود را به دست نوه‌اش دیده بود. ترس وجودش را فرا گرفت. پیشگویی و تقدیر. کوروش، نواده شاه ماد، در خفا به دنیا آمد. آستیاگ در اقدامی ظالمانه دستور قتل او را صادر کرد، اما سرنوشت نقشه دیگری برای کوروش داشت. چوپانی مهربان او را یافت و چون فرزند خود بزرگ کرد. صعود ستاره کوروش. سالها گذشت و کوروش جوان، شجاع و باهوش در میان قبیله خود رشد کرد. راز تولدش برایش فاش شد. او وارث حقیقی تاج و تخت ماد بود. کوروش پرچم قیام برافراشت. لشکر کوروش چون سیلی خروشان دشمنان را در هم کوبید. او با درایت و عدالت قلبها را تسخیر کرد. ماد، لیدی، بابل یکی پس از دیگری به زیر پرچم هخامنشی در آمدند. کوروش شاهنشاهی پهناور از هند تا مصر بنا نهاد. ورود کوروش به بابل نقطه عطفی در تاریخ جهان بود. او برخلاف رسم ستمگران با عطوفت و مهربانی با مردم رفتار کرد. آزادی اسیران یهودی نماد صلح‌جویی و عدالت کوروش گشت. منشور حقوق بشر کوروش اولین سند جهانی حقوق بشر در جهان طنین انداز شد. بر روی استوانه‌ای گلی به خط میخی فرمان کوروش حک شد: احترام به ادیان، آزادی اندیشه و برابری انسانها. منشور کوروش الهام بخش نسل‌های آینده در سراسر جهان گشت. میراث جاودان شاهنشاهی هخامنشی بر پایه عدالت و انسانیت استوار شد. تحت فرمانروایی کوروش، امپراتوری هخامنشی به اوج شکوه خود رسید. از شوش تا تخت جمشید، کاخهای باشکوه نشان از عظمت این سلسله داشت. راه شاهی، شریان حیاتی امپراتوری، شرق و غرب را به هم پیوند داد. هنر و معماری هخامنشی آمیزه‌ای از فرهنگ‌های مختلف جهان را شگفت زده کرد. قرنها از آن دوران طلایی می‌گذرد، اما نام کوروش همچنان در تاریخ می‌درخشد. او تنها فاتحی بود که با صلح و دوستی امپراتوری خود را گسترش داد. کوروش بزرگ نماد خرد، عدالت و انسانیت برای همیشه در یادها باقی خواهد ماند. میراث او الهام بخش جهانیان برای ساختن دنیایی بهتر، عاری از ظلم و ستم است.